دست هم همگی با صندوق رای سوم تیریان همین خط شده رای من و تو جمعه بیشتو برگه ها اما یکی دو تا قدم مونده هنوز تا به رجا دست من و تو بایدیم تبعیضا رو چاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه عاشق خدمت و جهان بیشکن فقر و فساد محقق علم و سواد محمود احمدی نژاد اومده خون تازه رو تو رگ‌هامون جاری کنه اومده تا هوای پاک تو مملکت ساری کنه عاشق خدمت و جهاد بیشکن فقر بگذاریم که فضا و فرصت خدمت برای همه ایرانیان که دل در گرو این مرز و بوم دارند باز شود. بگذاریم که شایستگان به ملت خدمت کنند. بگذاریم که سینه ها از کینه ها پاک شود. بگذاریم که آشتی جای غم و دوستی جای دشمنی بنشیند. سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. بگذاریم که اسلام با چهره رحمانیش، ایران با چهره عقلانیش، ایران به شێوازێکی انقلاب A powerful man rose up in tough times, part of the plan. From young cleric to Iran's land, in the highest office his story he'd see. A straight path he walked firm and clear. In Iran's courts his presence was near. From Karaj to Tehran his influence spread. Through many judgments his legacy was led. Critics recall the dark days of '88. With tears and sorrow the nation's fate, sanctioned by others far and near. A figure of controversy, strong yet unclear. ای ایران ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدا، آینده ما نیک و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خواره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهرت وطن شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد